امروز میخوایم طرز سوال کردن حال ساده رو یاد بگیریم. خب ما اینو میدونیم که توی زبان فارسی از آیات توی اول جملات استفاده میکنیم، اما توی زبان انگلیسی برای سوال کردن نیاز به یه فعل کمکی داریم که مخصوص همون زمانم باشه. مثلا برای زمان حال ساده ما از فعل کمکی do و does استفاده میکنیم. حالا چجوری اینا رو استفاده میکنیم؟ ما میام این فعلای کمکی رو توی اول جمله میاریم و آخر جمله‌مون هم علامت سوال قرار میدیم. برای مثال با دو اگه بخوایم جمله بسازیم do we go و علامت سوال. معنیش میشه آیا ما میرویم؟ آیا ما میرویم؟ یا اینکه با does she go؟ آیا او میرود؟ خب اینم شد یه نوع از سوالی کردن زمان حال ساده. در جملات سوالی فعل سوم شخص مفرد دیگه نیازی به اس یا ای اس نداره. مثلا ما نمیگیم که does she goes، چون که این غلطه. چون ما اینجا does رو داریم، دیگه نیازی نیست که es رو اینجا اضافه کنیم. she does she go، do we go. پس اس یا es توی سوالی اضافه نمیشه. حالا اگه بخوایم منفی کنیم چی؟ طرز منفی کردن زمان حال ساده چجوریه؟ برای منفی کردن حال ساده کافیه فعلای کمکی don't یا doesn't رو قبل از فعل بیاریم. چه فعل کمکی؟ don't و doesn't. خب که این همون not هستش که مخفف شده، یعنی این do not اشتباه شد. do not هستش که به شکل don't در اومده، یا does not. حالا بخوایم مثال بزنیم، مثلا با don't میگی we don't go، یعنی ما نمی رویم. یا he doesn't go، او نمی رود. خب این پس برای منفی کردن. بازم تو جملات منفی یا سوالی فعل سوم شخص مفرد ما نیازی به اس یا ای اس نداره. من این رو به حالت نکته اینجا می نویسم. پس در جملات منفی و سوالی فعل سوم شخص مفرد نیازی به اس یا ای اس ندارد. پس اگه جمله منفی باشه و یا سوالی باشه اس و ای اس رو به کار نمیبریم، یعنی اضافه نمی کنیم. خب حالا میخوام کلا حالت فرمولی حال ساده رو به شکل خلاصه بیان کنیم. پس برای سوالی ما این شکلی داریم که دو به علاوه فاعل غیر سوم شخص مفرد، فاعل غیر سوم شخص مفرد به علاوه فعل ما، به علاوه ادامه جمله هر چی که میخواد باشه با علامت سوال. حالا مثالش رو بخوایم بزنیم میشه دو غیر سوم شخص مفرد. سوم شخص مفرد چی بود؟ سوم شخص مفرد she، he، it. اینا سوم شخص مفرد. به غیر از اینا مثلا they، do they فعل من، go، do they go علامت سوال. آیا آنها می روند؟
یا اگه بخوایم با سوالی کردن با داز رو هم بگیم، اینجوریه که داز به علاوه فاعل سوم شخص مفرد یکم بد شد، به علاوه فعل ما به علاوه ادامه سوال. خب چرا؟ چون ما گفتیم وقتی دو باشه برای سوم شخص مفرد ما دو به کار نمیبریم، داز به کار میبریم. خب اینجا داز داریم پس سوم شخص مفرد میاریم. مثال does he go آیا او میرود؟ خب این برای نوع سوالی بود. خب اینی که الان آموزش دادیم برای نوع سوالی بود که دو حالت داره، یا با دو میاد یا با داز. حالا میخوایم مثبت رو بگیم. اگه نوع جمله ما جمله مثبت تو زمان حال ساده باشه چجوری بیان میشه؟ خب ما میگه فاعل غیر سوم شخص مفرد به علاوه فعل به علاوه ادامه جمله میکنیم. مثال they go آنها میروند، آنها میروند. یا اگه بخوایم فاعل سوم شخص مفرد استفاده کنیم به علاوه فعلمون میکنیم به علاوه اس یا es و ادامه جمله. مثال he eats او میخورد. یا که he goes ببینید es اضافه شد، اینجا s اضافه شد، او میرود. این از طریق ساخت جمله مثبت. حالا میرسیم به منفی. اگه منفی باشه چطور؟ میام فاعل غیر سوم شخص مفرد رو فاعل غیر سوم شخص مفرد رو به علاوه میخوایم منفی کنیم do not که همون don't هستش میکنیم به علاوه فعل به علاوه ادامه جمله، حالا هر چی که هست. فاعل غیر سوم شخص مفرد مثل they اینجا میخوام منفی کنیم میشه don't و فعل من که میشه go. they don't go آنها نمی روند. حالا اگه فاعل سوم شخص مفرد باشه به علاوه does not میخوام باید فاصله بذارم یا همون doesn't میشه به علاوه فعل ما به علاوه ادامه جمله. مثلا he doesn't go او نمی رود. خب این بود از تمام نکاتی که راجع به زمان حال ساده باید میدونستیم. ولی خب یه چیز ضروری هم هست برای اینکه بدونیم، اینه که برای یادگیری زبان انگلیسی خیلی خوبه، یعنی باید ما زمانها رو، حال، گذشته، آینده همه رو کامل بشناسیم، با افعال ضروری آشنا بشیم تا که بتونیم جمله بسازیم. و برای اینکه با آشنا بشیم با فعلها ما باید بدونیم مصدر چی هستش و چه جوری تبدیل به فعل میشه، چون فعل پایه اساسی یک جمله است. فعل پایه اساسی یک جمله است، پس ما باید فعل رو خوب بشناسیم، مصدر رو بشناسیم تا که بتونیم جمله بسازیم و با قوانین آشنا بشیم. برای این دفعه بعدی، برای اینکه خیلی بهتر از بیسیک پایه شروع کنیم، پس علاوه بر یادگیری گرامرهای اولیه مثل گرامر زمان حال ساده، طرز سوالی کردنش، منفی کردنش و نکاتی که باید بدونیم،
باید یک سری چیزهای دیگه، نکات دیگه ای رو هم در مورد گرامر بدونیم، مثلا مصدر چی هست، که خب ما در جلسه بعدی راجع به مصدر صحبت میکنیم تا که همینجوری پیش بریم به سمت گرامرهای سخت‌تر و پیشرفته تر. امیدوارم که توضیحات من مفید واقع شده باشه و کمکی به شما کرده باشه. خیلی ممنون از اینکه کانال منو تماشا میکنین و امیدوارم که اگه براتون مفید واقع شده حتما سابسکرایب هم بکنین. خیلی ممنون. خداحافظ.